بیایم با هم بهترین نوشیدنی رو برای تابستون پیدا کنیم. قسمت اول. قدم اول توت فرنگی‌ها داریم که باید خوب لهشون کنیم که من با قاشق عسل این کار کردم. شما میتونید گرمش کنین که راحت‌تر له بشه. بعد میریزیمشون توی لیوان، یخ اضافه میکنیم و شیر. در آخرم قهوه‌مون رو میریزیم. خب یکم همش میزنیم. احساس میکنم که خیلی عجیبه. دوست نداشتم خیلی. دوست نداشتی خیلی؟ تو غلط کردی دوست نداشتی. نه خوشم نمیاد. مگه دستتون میخورم ولی خیلی دوست نداشتم. یه دونه میخوام درست کنم با شیر گرم برای مامانم، چون که قهوه سرد دوست نداره. بیاریمش برای تست. مامان جان عزیزم تست میکنی؟ نظرتو بگو به ما. خوشت نیومد؟ خب مامانم قیافش مشاله شد. فکر کنم میشه من یه تست کوچولو بکنم. هیچ مزه خاصی نداره. در کل اگه بخوام به این دوتا لیوان نمره بدم، این که با شیر گرم بود، این صفرم زیادشه. این یکی شاید مثلا 1 بگیره.